60% ثروت ملی دست 4 تا نهاده. 4 تا نهاد: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیا. میلیاردها، هزاران میلیارد گردش سرمایه. آیا اینها واقعا مالیات میدن؟ آیا به دولت کمک میکنن؟ چقدر باعث عدم تعادل در نظام اقتصادی میشه؟ ببینید آقای رئیس جمهور میان خیلی راحت میگن آقا 20 میلیون لیتر بنزین گم میشه. بعد یه مسئول دیگه میاد میگه ما بخشی از این بنزینای قاچاق رو خریداری میکنیم. یا میگن 10,000 میلیارد تومان تو این مسئله دارویی به جای دیگه رفته، هزینه شده کسی نمیدونه. 3 میلیارد و 700 میلیون دلار چارل دبش اختلاس میکنه که برابر نیمی از بودجه کشور افغانستانه. اینقدر از فرط تکرار عادی شده بله. که همه فقط لبخند میزنن، پوزخند میزنن. ما به اینجا رسیدیم. حالا هم میدیم راه حل کاملا وجود داره در شرایط کنونی. مهمترین اونها خروج نظامی ها، انتظامی ها، امنیتی ها، بیوت علما، دفاتر ائمه جمعه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادهای مستضعفان و بنیاد شهید و بنیادهای مختلف از اقتصاد. اعتبارات بانکی هست به اینا میدن، ارز هست به اینا میدن. من این فرصت نیست لیست فقط وام هایی که اینها از بانک ها گرفتن طی این چند سال اخیر و اعتبارات ارزی که گرفتن و هیچ تعهدی هم در قبالش نداشتن رو براتون بشمارم. ما در طول جنگ در سال 1365 کل درآمدهای ارزی کشور 7 میلیارد دلاره. هم جنگ و هم جامعه رو اداره میکردن. چطور شده که امروز 80 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور کفاف تأمین آقایون رو نمیده؟ چه اتفاقی افتاده واقعا؟ و این منابعی است که از کشور خارج شده. ما با فرار سرمایه روبرو هستیم. بانک های فاسد غده سرطانی اقتصاد کشور هستند. بنابراین یک آینده بسیار تاریک در انتظار حاکمیت. بیش از هر چیزی نگران تمامیت ایران هست.